سلام و خوش اومدید به ویدیوی جدید. امروز اومدیم با یک ویدیوی متفاوت دیگر. دوباره هنوز وارد فاز درونگرا نشدیم و این ویدیومون چیه آقا امیر؟ امیر نیستم. از ویدیو اول مشخص کردیم من امیر نیستم. یه بنده خدایی امیر هستم ولی نیستم. همون امیر که شما میشناسید. داشت الان من هر سری بخوام صدا کنم یعنی باید بگم آقای امیری که امیر نیست. صدا نه. شرف. ویدیوی امروز همونطور که تا الان دیدید درباره تفاوت ENTP و ENTJ، اما فقط مختص این دوتا تایپ نیست بلکه تفاوت تک حرفی دوتا تایپه، یعنی مثل ISFP، ISFJ یا ENTP و INTP، یعنی حرف اول و آخر چه تاثیر زیادی توی تایپ تفاوت تایپ ها میذاره. در واقع مثلا یکی INTP یکی ENTP اخلاقیاتشون رو میخوایم با هم اینجا بررسی کنیم ببینیم که چقدر متفاوت میشه. یه ENTP مثلا چه کارهایی انجام میده و یا INTP چه کارهایی انجام میده، با اینکه جفتشون فقط یک کلمه با هم دیگه فرق دارن، اون یکی درونگرا این یکی بود. پس تا ویدیو دیگه خدا پس بزنید بریم سراغ به طور مثال همونطور که گفت با INTP و ENTP شروع میکنیم. چه تفاوت هایی دارن؟ همه میدونن ENTP ها پر انرژی هن، خیلی پرشورن، پر هیجانن، اما برعکس INTP همیشه به شخصیت خسته، خواب، بی اهمیت، خونسرد گفته میشه. تفاوت یک حرف. شاید بگی خب معلومه آدم درونگرا اینجوریه، برونگرا اینجوری، اما آدم برونگرا نمیخواد بخوابه. مثلا ENTP ها به عنوان یه تایپ پرحرف شناخته میشن، یعنی هی صحبت میکنن دیگه، پرحرف میدونی چیه قاعدتا، من اینجا نباید براتون توضیح بدم. و INTP ها یه آدمه گفت همونطور که ایشون گفت خسته، آدم خسته زیاد حرف نمیزنه قاعدتا، این هم باید حال نداره. آره حال نداره حرف بزنه. یه کلمه انقدر تغییر ایجاد کنه، یه کلمه نه یه حرف. یا مثلا خودمون توی ویدیو ENTP گفته بودیم ENTP برای اینکه حرفش رو ثابت کنه ممکنه هر کاری بکنه. برای مثال برای کشتن یک نفر گفته بودیم که 10 نفر رو میکشه تا برسه به اون یه نفر اصلی که میخواد. ولی INTP اینجوری نیست. اگر بگه که من این کارو میتونم انجام بدم و یکی بگه نمیتونی، میگه باشه نمیتونی، تو میتونی. با این قیافت زیاد براش مهم نیست حرف مردم. INTP کلا دوست نداره چیزی رو به بقیه ثابت کنه معمولا. یا مثلا ESFP و ISFP. میبینید که ESFP بهش میگن سرگرم کننده، توقع، ولی ISFP میشه ماجراجو. با کلاسش کرد یک حرف باعث شده که اینقدر تاثیر بذاره. به نظر شما یه حرف مهمه یا نه؟ همین الان برامون کامنت کنید اون زیر در چنل موقتی. نه دیگه اسم عوض شد، جدید و نه اسم عوض شد. ببینید به کجا رسیدید ما. احتمالاً تا الان فهمیدید که اسم عوض شده، انگاری اما نفهمیدید، دیدید ولی متوجهش نشدید. انگاری مثلا 40 میلیون ساب داریم، 40 تا نه، داریم اینجوری هایپ میکنیم اسم چنل رو. همونطور که اگر الان سفر رو کوچیک کنید، یعنی از حالت افقی به عمودی تبدیل کنید، اسم چنلمون پایین بیاد، ببینید که اسم چنل از پرس اینفینیتی استایل که قبلا بود، که اسم زیبایی بود، تبدیل شده به چی؟ MBTI شو. عوض شد مبتای شو، نمایش مبتای. MBTI شو اسم کلیشه‌ای تر که خب بیشتر سرچ میشه قاعدتا توسط مردم، که اسم لوکس لاکچری. واقعا اسمشه که چی؟ ما ویو بیشتری بگیریم. همونطور که تو ویدیو قبلی هم گفته بودیم اسم چنل عوض شد و به یه سری دلایل خارجی و داخلی که دیگه مثلا پرشین صدامون نکنن، یه اسم کوچیک و جیبی توی دلبرو راحت القلقوم انتخاب کردیم که هم شما راحت باشید هم خودم. پرسینت فوناتی استایل همین الان من میگم اشتباه میگمش، لازم من که روزانه 10 بار اسمشو بگم. برای مثلا یگار، یاگر، یگیر، یگار، هر چی که شما میگی عزیز دلم، خب هر چی که تو میگی. و در مقایسه با نیشینویا، این دوتا نیشینویا ESFPه، کاملا مشخصه که نیشینویا چیه، ESFPه. و حالا یه مثال دیگه هم توی همون انیمه هیناتاه
این دوتا هم ESFPه. این دوتا کامل مشخصن که چی هن؟ دلغک ESFP دلغک دارن مسخره بازی در میکنن. ولی اون طرف ارن ISFP انیمه رو اگر دیده باشید خب به نظر نمیاد که به نظر من دلغک درونگرا باشه. آره شخصیت خشن، حتی میشه گفت بدون احساسات فان. ESFP ها یک فرد خوشحالی به نظر میان توی اکثر مواقع، حداقل به ظاهر. شاید البته کلا آدمایی هستن که چیز پیچیده‌ای توشون ندارن، بیشتر مواقع ساده. خب یعنی ظاهرشون با باطنشون یکیه و تقریبا آدمای خوشحالی به نظر میاد. اما اون طرف ISFP یکی از غمگین‌ترین تایپ های MBTI. ISFP فکر می‌کنم ویدیوی بعدیمون. آره ISFP فکر می‌کنم صدر غمگین‌ترین هاست توی تایپ های MBTI. بعدش INFP و میاد پایین‌تر، فکر می‌کنم میرسه به INTP و یا اگر بخوایم تفاوت حرف آخر P و J رو مثال بزنیم، میتونیم به ENFJ و ENFP اشاره کنیم که ویدیوهای خودمون هم بود. یه شباهت‌های زیادی دارن، جفتشون فداکاری میکنن برای دوستان و نزدیکانشون، اما تفاوت‌هایی هم دارن. ما گفتیم ENFJ یه حالت ضعف درونی داره که اگر بقیه از دستش ناراحت باشن فکر میکنه مشکل از اونه، ولی ENFP یه عزت نفس درونی داره، یه حالت اینجوری که خودشو یه جورایی بالا بدونه داره، ولی NFJ اینو نداره تقریبا. آره تقریبا نمیتونیم بگیم کاملا، یعنی اون 100% خودشو فدا میکنه ولی این اصلا نمیکنه، ولی میتونیم ببینیم که ENFP با ENFJ خیلی فرق دارن، با اینکه دقیقاً اون بخش ENFش تشکیل دهنده این فداکاریه، ولی اون P و J اصلا میتونیم بگیم P و J راجع به برنامه‌ریزی و بداهه پردازیه، پس چرا فداکاری اصلا هیچ ربطی نداره اینا، ولی میبینی که هست، همینی که هست. آقا نمیتونی بگی چرا، نمیتونی بگی چرا سیب شیرینه، چرا شور نیست. دقیقاً. و اما برسیم به ENTP و ENTJ. اصل کار. برای مثال توی همین ویدیویی که چند وقت پیش گذاشتیم در مورد ENTJ و ENTP صحبت کردیم، اومدیم گفتیم که ENTP ها وقتی به شما یه پیشنهادی میکنن، یه راهنمایی میکنن، براشون دیگه از اونجا به بعد مهم نیست که شما این کار رو انجام بدید ندید، اهمیتی قائل نمیشن برای این داستان که شما به حرفشون گوش کردید یا نه. ولی ENTJ براش مهمه که بدونه اون کاری که بهت گفته رو انجام بدی یا نه. اینو اگر مثلا انجام ندی ناراحت میشه، میگه ای بابا. ENTP خوشحال میشه. ENTP آره اصلا میگه اوکی دیگه، من گفتم ولی انجام نداد، تو رفتی تو دیوار. آره من نرفتم. دیدی من راست گفتم. این شکلی. به طور مثال ما میتونیم ENTP سال گودمن و ENTJ تامی شلبی رو بیاریم در جایگاه دفاعیه یا قضاوت هر چی. قضاوت ما دیگه ما داریم قضاوتشو میکنیم، اونا رو ببینیم جایگاه متهم. هرچی از چهرهاشون هم حتی میشه تشخیص داد که چقدر تفاوت دارن، با اینکه اون یه پی یه جی، ولی پی اصلا به این پی نرمه، یعنی میشه گفت که یه دلغکی زیاد شه، ولی جی حالت سفت و خشونتباری داره. شما نمیتونید بگید یه حرف با هم فرق دارن پس مثلا 25% دیگه، پس 75% سال گودمن و تام شلبی شبیه همه به نظرتون هستن، 1% هم حتی شبیه نیست. پی و جی خب ببینید پی از اونجایی که پرد بداهه پردازیه آدمای منعطف‌تری هستن، افرادی که پی هستن، چون که توی لحظه میتونن مثلا نظرشون رو عوض کنن، تغییر بدن، یه حرکت رندوم مثلا از یه شخصی دیدی که بهش گفته و انجام بدن، یعنی انعطاف پذیرن. جی اما تفکرات خودشو داره، طبق تفکرات خودش تا جایی که بشه جلو میره و یعنی کلا بیشتر مواقع نظرات بقیه رو توی لحظه قبول نمیکنه و انجامشون نمیده، باید در موردش فشار روانی کمتری متحمل بشه. پس به نظر شما الان ENTP و ENTJ شبیه همه نیستن؟ آقا یک حرف فرق دارن ولی شبیه نیستن. از این نظرات شبیه هستن ولی نمیتونیم بگیم کپی هم از رو هم. ما گفتیم حتی اگر 2 تا ENTP هم باشن شبیه هم نیستن، بگیم 90% شبیه هم، نه اون مثلا نهایتا 60%. تفاوت ISTJ و ESTJ.
ما توی ویدیو ESTJ گفتیم که ESTJ توی مسیر رسیدن به هدفش وقتی که یک راهی رو انتخاب میکنه دیگه به راههای دیگه توجهی نمیکنه، حتی اگر یه راه سریعتر برسه. ISTJ هم همین جوری هست، شباهت دارن، ولی یه سری تفاوت ها هم دارن که نمیتونیم بگیم 100% تفاوتن، ولی حداقل 70% تفاوتن. اونا چی هن؟ برای مثال ESTJ خیلی آدم همچین خشک و سرد و ولی منظم و خیلی منظم و سرد خشک. ISTJ فرد خشن بیشتر مواقع، البته ISTJ فرد خشن و جدی هستن. ESTJ ها این دوتا متفاوتن ها، توجه کنید، خشن و جدی با سرد و منظم متفاوت. گفتیم نباید حتما 100% متفاوت باشن، 50% مثل همه، جفتشون حالت قانون مدار دارن، ولی اون خشک اون خشنه، پرخاشگر. این هم از ویدیوی امروز. توی این ویدیو و ویدیو قبلی تلاش کردیم که یه سری اشتباهات یا تفکرات، یه سری توضیحات بدیم راجع به افکاری که میشه راجع به تایپ ها، در مورد تایپ ها که احساس کردیم نیازه که بدونیم و حتما اینجا توضیح داده باشیم راجبش، چون که توی ویدیو آینده ممکنه که یک سری افراد بیان اشاره کنن که مثلا چرا چنین حرفی زدی و بگیم برای ویدیو رو ببین من حرفی با تو ندارم. یه کارت میاد یا اون بالای ویدیو میگیم که ببین اینو. خب دوستان مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. حتما برید ویدیوهای دیگه چنل رو ببینید و ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. کامنت ها سطح بالاه. کامنت ها رو دوست دارم، بیشتر کامنت بذارید تا یه ویدیوهای دیگه که ما با شما باشیم. فعلا خدا نگهدار. ما رفتیم اسپیشیال بود 2 بار 3 بار 4. ویدیوی بعدی روند درونگره هاست با اسم جدید. البته این ویدیو با اسم جدید بود، ولی این ویدیو از اولش با اسم جدید. خدا نگهدار.